سلام و درود به بینندگان شبکه فیسبوک و یوتیوب. امیدوارم که همه خوب و صحت و سربلند باشید. و امروز در شبکه اخبار.com یک بلاگر جوان تاجیک بود با خطا نکنم با نام فونتجی در شبکه یوتیوب دور میزنه و یک چند روز پیش یک موسفیدی رو در قبرستانی شهر مختار خطا پیشنه فکر کنم کرغان تپه بود. خلاص همون نفر نوار چکو کرد. نواره که یک موی سفید پیر با همراه همسرش در قبرستانی روسا زندگی میکرد، نداشت خونه و در نداشت. بعد همین فشارها بالای او جوان اومد. او جوان چکو کرد؟ گرفت اون نوار موی سفید از کانالش پاک کرد، یعنی او دلیل کرد. و من از یک نوار میمونم که در قبرستانی که مادر رحمانوف مادرش قبر کرده است، در یک مدرسه بگیم یا قصر بگیم برای مادر خود ساز کرده است. خب برادرای عزیز تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت. خب ببینه حاضر برادر شکایت این برادر رو در قبرستانی که صحبت کرده بود این نوار میمونیم. چخیل در این ویدیو مشاهده کرده می شود که موی سفید در یک تلی پلیانکایو که سلفان میگیم چخیل زندگی داره و چخیل روز گذرانده است. اما پیشتر دیدیم در نواری که رحمانوف مادر خود بودست در یک قصر با حشمت و تمامی به قول روسا و دوبستواش توری کردگی موندگی. اما یک نفری که شهروند جمهوری تاجیکستان است، اون نفر در قبرستان روسا در یک چیز زندگی میکند، در یک تگی سلفان. و من همونجا هم پیشنهاد کرده بودم که نشان داده بودم که همین قبر رحمانوف و همین رسما را، همین قصر که ساز کرده است رحمانوف برای مادرش مرقد، پیشنهاد کردم که من مرقد تیور است، میتونه که شما رفته در مرقد بیبی مریم چکا کنی، زندگی کنی. و شاید که همین سخنای ما باشن به خود رژیم امروزه تاثیر کرده باشه. بالای این جوانی بلاگر چکا کردن فشار آوردن تا که این نوارش چکا کنه، پاک بکنه. و ما میگردیم به صحبت این بلاگری تاجیک. ببینیم هموطنای عزیز که چه خیلی فشارها بالای نفر آوردن که مثال چکا کرده است، بخشش پرسیده است و گویا که شأن شرف دولت ملت این نفر چکا کرده است، پس زده است. و پس چرا که مادامی که اونقدر شما ملت میخواهی که شأن شرفش پس نشود، برای چی که یک زندگی خوب مهیا نمیکنید؟ و ما میگردیم این برادر ویدیوش تماشا میکنیم همه کسا و باز میپردازیم به دوامی صحبت. همه کار ما پارتم کردم، همه کار ما پارتم توکل، همه کار گفتم با خدا شهرشم بخیسم کردم، گفتم بخیسم که برام کی گفتن در خراسان زندگی گیره نکردم. همش ان شاء الله خوب میشه. تا ما ان شاء الله که ما در شهر میمونم و با یک درگون کوارتیر میگیرن، مثلا میبریم جو میکنیم قرآن یگون کوارتیر بالا جون همین دفعه گشه بالا جو ما پیشنهاد میکنم برادر رو یگون کوارتیر که مثلا ما از قاورش هم میورم دای توجون
انشالله که سر بباره دارم میشن که سر لباس میکسل چی میکنن پاپشی میکنن یگام عده از این نشته جون این سبب شد بی خاطر نشن و از اون ما نوار ندارم شاید بگن که چی من نوار نیست برادرو خیلی من فهمیدم شما حیات من بفهمید برادرو من از حیات خودم امید دارم برادر عزیز ما نوار ما به همین خاطر اودالیت کردیم شاید از ما بسیاری ها امید کنن برادرها حیات ما در پیش است بسیار نفرها از ما بو امید داشته باشند مادریم و برادریم و خواهریم و دادریم یا که برادریم و مینیم ما امید دارم برادر عزیز به همین خاطر ما نوار دلیل کردیم و در صد مونده دیگه نمیتونیم در حیات ما مشکلی میاره برادرها نوار ویدیو همی بود ویدیو نو منتظر شین رحمت همه برادرها که در خب برادرای عزیز این ویدیو را دیدین چخیل این جوانی توجیک حتی فشارها آوردگی هم که مثال که باید دیگه چکا کنی گب نزنی فقط خیر صدقت در همو مؤسسه هایی که اصلا به همو دولتی داخل دوران ببینی همو یتیم خانه هایی هستن که گویو که رحمانوف هم میبینیم یا رستم هم میبینیم میروان چکا میکنن لباس میپوشن پدر مادر و همون مؤسسه ها و همون منطقه باید برای چکا کنن این نفر خیر سخاوت کنه و اون نفرهایی که میگه که بیش ما در داخل تاجیکستان گپ زنی ببینه یک نفر بود که نه سیاسی بود یگان چی نبود رژیم خودکامه رحمانوف این جوان چکا کرد آورد که چنان فشارش آورده است که میگوید که من آینده زندگی دارم و میخوام که به قول روسا دلش زندگی کنم و کجا رسد به ما که ما مستقیما با دیکتاتور را استعفا میگیم یا که دروش میگیم مثال که دور هستیم از وطن و اینها ما را میمونن که مثلا صحبت های خود را مستقیما چی به طریق فیسبوک یوتیوب باشه ما ببریم و ببینه که یک نفری بود که جوانی که تماما و سیاست کار نداشت و هیچ کار نداشت فقط خیر میکرد دسترس چندین کمبیزوات را یاردم میکرد ایم اگر که ما در این باره هم صحبت کرده بودم پیشتر در این باره هم مثال اینها هم خودشون مثلا یک دستای همی بازوی همی رژیم هستن که باید همین کارهایی که کمبیزوات هم کمبغل هم قشاق هم باید خود همه حکومت از فوند دولت از بودجت دولت باید اینها را چکا کنه با جای کار با پول به خونه به در چکا کنه یاردم کنه اما متاسفانه با واسطه همیات چکا میکنه یاردم میکنه و باقی سلامت و سربلند باشید امیدوارم که صحبت من میرسه به تمام بلاگرها میرسه چون که منم اصلا بلاگر نیستم من خودم یک نفر مبارز هستم و شاید بعضی نفرها هم بلاگر ما در اصل بگن اصلا من بلاگری که این نفر میکنن و قبول نداریم بلاگری را من یک مبارز هستم که به ضد دیکتاتوری رحمانوف مبارزه میبرم و میخواهم که این رژیم خودکامه رحمانوف از بین ببریم و باقی سلامت و سربلند باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.